خبرگزاری آزیا پلیوس روز 23 آگوست سال 2022 با تکیه به یک منبع در حکومت شهر اسفره خبر داد که رهبریت و کارمندان آشخانه اودلون در اسفره را که روزهای دوم و سوم آگوست 22 مشتری این آشخانه زهرآلود شده بود به مبلغ 1280 سومونی جریمه شدند. بنا به گزارش آزیا پلیوس، تحقیق حادثه زهرآلود شوی میزوجان در این کاوهخانه به انجام رسیده. ضمن آن معین گردیده است که سبب زهرآلود شوی 22 ساکن این شهر باکتریاهای استافیلوکوک بوده است. به اطلاع این منبع، مسئولان کاوهخانه برای رعایت نکردن طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی در کارخانه‌های خوراک عمومی بر اساس ماده 117 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان جریمه بسته شدند. قبلا گزارش شده بود که بر اثر بیماری استافیلوکوک داشتن 4 آشپز آشخانه اودلون در مرکز شهر اسفره دیگران نیز سرایت گرفتند. باکتریا در خورش با علاوه مایونز آشکار کرده شده است. روزهای دوم و سوم آگوست یکباره 22 نفر با شکایت از حرارت بلند، درد شکم و دل بی‌حضوری به بیمارخانه سرایتی اسفره مراجعت کردند. همه آنها در کاوهخانه اودلون در مرکز شهر خوراک نصف روزی خورده بودند. 8 نفر را طبیبان بستری کردند. شهردار اسفره بهاءالدین بهادرزاده در اول ماه ضمن بررسی این قضیه در جلسه شهرداری امر داده بود که همه آن نفرانی که بعد استعمال خوراک در کاوهخانه اوازادار شهر به بیماری سرایتی گرفته شدند با دارو و درمان و طبابت رایگان در مؤسسه های طبابتی شهر فرا گرفته شوند. شهرداری آن وقت نام آشخانه را نگفت و از آن تنها با عباره کاوهخانه اوازادار شهر نام گرفته بود.